ترین تصاویر آریانا سعید از بزرگترین جشنواره موسیقی در کشور امریکا و آهنگ جدید آریانا سعید برای نامزدش اسیب ساید. آریانا سعید به چه دلیل تاکنون صورتش را چندین عمل جراحی کرده است؟ آریانا در کجا زندگی می کند؟ مصروف چی کار باری است؟ و دلیل دوری وی از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید که لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفدارانش کسب کرده است، هنرمند بی‌بدیل، ناماشنا، محبوب و مطرح افغان، علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این هنرمند با سرودن آهنگ‌های مختلف در میان مردم افغانستان لقب‌ها و اوصاف مختلفی را کسب کرده است. آریانا از سن نوجوانی با سرودن آهنگ دوگانه با جاوید شریف و هنر موسیقیش آغاز کرد و توانست خیلی خوب رشد کند. اکنون طرفداران و علاقمندان آریانا سعید از مرزهای افغانستان عبور کرده است و آریانا سعید را تبدیل به هنرمند مردمی کرده است. این هنرمند همیشه در کمک و همکاری با مردم افغانستان دست بالایی داشته است و تاکنون چندین بار رئیس سفیر صلح و سفیر حسن نیت در افغانستان تعیین شده است. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل کشور در بزرگترین رویداد تاریخی موسیقی افغانستان در کشور امریکا در شهر زیبای کالیفرنیا به هنر موسیقیش رونق بخشید و آهنگ‌های جدید را سرود که بار دیگر مورد حمایت گسترده دوستداران و طرفداران هنر موسیقیش قرار گرفت. آریانا سعید با چهره کاملا جدیدش ظاهر شد و نقد انتقادات عجیب را هم به همراه داشت، ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و کامیابی برای این هنرمند بی‌بدیل و ناماشنای افغان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. دوستان نهایت ارجمند خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با طرفداران و علاقه‌مندان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک شما نازنینان خوب کانال دنیا اینفو را بالای من نان سپرده موفق کامیاب باشید.